سلام، من مکوکم. امروز میخوام براتون این تیرامیسو انبر رو درست کنم که یه همچین بافت جذابی داره. بریم تو کارش. با جرئت میتونم بگم این تیرامیسو یکی از خوشمزه ترین تیرامیسوهایی بود که تو عمرم خورده بودم. برای شروع انبار رو پوره کنید و کنار بذارید. برای لایه پنیری، خامه صبحانه، پنیر خامی شیر عسلی و 3 قاشق پوره انبر رو با هم خوب مخلوط کنید و اونم کنار بذارید. حالا نوبت میرسه به سرهم کردن تیرامیسو جذاب. روی شیرتون از پوره انبه بریزید و هم بزنید. بسکویتای لیدی فینگر که توی شیر هم بزنید و کف ظرف سرورتون بچینید. لایه لایه از بسکویتای خیس شده، مخلوط پنیری و پوره انبه بچینید تا بالای ظرفتون. برای تزیینش هم من علاوه بر انبه از توت فرنگی هم استفاده کردم که ترکیبشون با هم واقعا قشنگه. تیرامیسو به دست اومده رو یه شب توی یخچال بهش استراحت بدید و بعد سروش کنید. لایک و سیو این پست هم یادت نره. پیج منم فالو کن که تو شلوغی اینستا گمش نکنی.